نیستی شما دیدین پای کرنش نمیشه برو وارد نمیدونم وقتی که تو در خونه تو میبینی یک کارتونکای کاباره یا که در اینترنت میبینی تو سلام علیکم. علیکم السلام. شما اومدی با کارخونه خدمت سلامتی خوب؟ بگو بشه چی حال داری؟ میشه خیلی مبارکی هم طرفا. ماشاءالله. تو دا بده من؟ هیچ گمان رو بگو چی دا؟ سنگ تیه بودا کارخونه دا بودیم مسکو دا دلیوبینو بودیم دا چی بودیم؟ شوکسکی مترو بادش خدای بودیم. اینا کورموسی که نام آمدن با کجا مونده نرفته؟ یکاترینبورگ با فکر کنم. یکاترینبورگ خوغان. خوغان بهترین کارخانه کلیجان اتمسفرش مثلا خشونگیش همه طرفا اسبابات اینسترومنتو بهترینه خوش اومدی خیلی با کارخانه کلیجان دیگه. سلامت باشه. چه خیر بده حج اومده چی تغییرات چی نویگری و چه خوشبختی و چی بدبختی. یعنی سوالا بسیار بردار وقتی که میبینن یعنی سوال میکنن که آیا تغییر یافت یا نه. یعنی از رفتگی اومدگی راضی یا که کاش که نمی رفتم مثلا که همین سوالم خیلی دک مثلا که خیلی گم خیلی نمی رفتی که میگن هری فرضش قرض ایده سریع یا مثلا که شرایط داره مثلا آدم ها پیاده رفته استم اگر انسانی که بخواه یعنی میره او نه که پشیمانی نداره عموما وقتی که تو در خونه تو میبینی یک کارتونکای کاباره یا که در اینترنت میبینی تو میدونی اون که همین پیش دیگه و میدونی که پیش دیگه چوستوای دیگه چیزه مثلا که با یعنی جلب میکنه میخوای که با برای مورد دیگه نه نصیب باشه ان شاء الله میرم یعنی هم خیلی اشوشنی هست در درون که یعنی گفتی که با زمانی بهترین سرزمینه خوبی بهترین سرزمینه راه برای خربال میتن آود میتن چه برکتی اون سرزمینه تو دید میفونم برم شرایط چی ببینم پشیمون نیستم ماشاءالله بارک الله. یعنی حمد یا خوب تنج اما شما خوب تنج الحمدلله. با چی گفتنی بزن یعنی از صحنه که بیرون رومدی ریزایی رو که نه ایره پاپارتوفتانم اولش که ای برای خدا بود برای راست بود برای حق بود هیچ وقت مقصد ناراضگی بیان نمیکنم ولی راضیم یاد بکنم چی دارو بگم کم خونو میکشه کم اون کسا گوش میکنم بخیلی میبره یا که یاد میکنم من یک خیلی نیتی ندارم که باشی نمیدارم بگم فراموش کردم هم نویستنش هم خواندنش هم تیمالا هم سترکتورا دا کار کردم ماشاءالله خدا موفقت بگردونه. شما دیدین پای کرنش نمیشه برو وارد نمیدونم راستش من گوش نمیکنم اما خیلی بسیاری ها بگیم سوال کردن و گفتن که نه تو بردی شو با همون بگیم همون سطحی که زندگی که پیش داشت با همون برگشت فکر میکنی بچه خودی برگشت یعنی راستش من وقت ندارم که در اون بارا تیمت فکر کنم چی کنم بچه خودی یعنی هدایت از جانب الله. بسیاری ها میگن که با کی رو میبری نبردی با برگشتن دیگه هر خیلی گپا میگن یعنی ما مطلب بچه بردن کلام سوخی کردن خاص به خاطر الله همون لحظه و زمان بگیم شرایط بود سیویازا خیلی کمپانی رو حج بدن بگیم هر طرف کمک میکردن بود اون وقت وزماج بود کردم باز که وزماج که ندارم نمیبرم مثلا میخونه پیشینه یا نوای هیچ پرابلم خودش من کار ندارم به خاطر که ما مطلب دیگه چی بود به خاطر الله یعنی اون کار کردن یعنی او را بوده بعضیش بگیم یعنی تکلیف نکرده دعوت نکرده یعنی بحث کردن بعضیش دیدن یعنی هدایت از جانب الله هست. الله هر کسی که بخواه همون را هدایت میده اونی که ما بخواهیم او هدایت نمیوه و همون خاطر یعنی چیزی که میکنه نمیکنه الله سبحانه و تعالی خودش هدایت میده هر یک انسان خودش توفیق میده ما فقط میتونیم که سبب شیم یعنی لحظه و زمان ما سبب شدیم و این طرح مثال بگیم معروفه و بگیم شلم سیره و بعضی ها آدمایی که بگیم در روی صحنه نیستن اونها را بخواست الله و حکومت که برادرها و همه یعنی بردیم باز که بگیم همون شرایط است یعنی من مطلب من چه در همین باره گفت دادن که لحظه و زمانی که شرایط داری همون استفاده بردن در کاری خیر برای که الله سبحانه و تعالی همون نعمت‌هاش که بگیرید یا را اون نه ندارم خطر خوری مثلا
اگه میناد نشه نزد پروردگار چه کمک میکردی متوجه که چه دستگیری میکردی و در که مثلا ابر کانالی که شرایط ندارن که خونه بزرگی کنن که یکم لیباس اینا بگیرن ما میدونم کار خدمات سر وقتی داشت که حالی هم داری خدمات را هیچ وقت بیرس که روزی نمیمونه و گفتنیم که دیگه نمیبری یکم کسا مرا نمیبری یا بری که بخی بهترین شوا برای گفت دیگه نمیمون تو فرضی نکنی انشالله دعا کنید خدا برای کار بهتر چی بنه مثلا در کاری خیر انسان والله قسم میخورم وقتی که انسان کاری خیر کنه خود به خاطر الله والله قسم چند برابر بهتر از درس میگردن به خاطر وقتی به خاطر الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی والذی نفس محمد بیده ما نقصت من مال امتی من صدقه یعنی قسم به اون ذاتی میگه جان محمد در دست اوست یگان چی از مال امتای مکه نمیشه هر وقت صدقه میکنن والله وقت میاد دارم که چند تا یعنی ساعت توفه کردیم فهمیدی این همی بگیم اون روز یک برادر بگیم قدردان یک ساعت هم توفه کرد اگر که میره بتوار یعنی من در ساعتای بگیم توفه کرده گیم چند نمود ساعت پلیسی بگیم اپل واچ دی نمود ساعت توفه کرده بودم لیک هم برادر سبب شی الحمدلله چی یعنی برگشت همون چیز ایودا بهتر شد الحمدلله ایودا بهتر شد با یعنی توفه کردن یعنی مطلب اینه چیه که ما شما رو حج بودیم یعنی الله سبحانه و تعالی چند رو سبب شید بهترین ما خودی مثال بگیریم این آخرون برای سبب که بسیار مردم گفتن حج رفتن نموندن داخل شدن داخل مکه نبودن نتویستون اومدن بعد یو رفتن که ما رفتی رفتن نموندن در آمدن به چی خاطر هر دفعه که میرفتم یک کاری خیر میکردم مثال بگیم نترا بودم معروف بودم روشنیسه بودم با بعضی دیگر بودم شاید که دعای همونا بودن که من میگذشتم تو رفتی نموندن قطعه ویلم رفتم نموندن میگذشتم سبب مثلا که یا برای پاسپورت تاجیکی در آمده میگم برای پاسپورت روسی همینجا میگه اختلافش دیگه در اونجا آچستان داری در اینجا ندارم تاریخ لازم برگردوندن الله اعلم بودن قانون معاملش دیگه عموما مثلا که شاید که دعای این برداری که خاص به خاطر الله کار خیرشون میکنیم یعنی میل موندن اون نگذشتیم اما دفعه که هم کسی نبودن اون دقیقه که رفتم نگذشتم با اون خاطر کسی که شرایط داره یعنی چه کنین فرصت را از دست ندین حج عمره برین حج فرضی برین با خاطر که ملک یک چند وقت در دست داریم میره با مثال به زمانش که tam شرایط خوب داره خاطر هر چی وقت ساعت مونده که خیچه داره با خاطر صدقه را بسیار کنیم برنامه رو متوجه را یاردم میتونیم میبینیم شاید مثلا برگم چیزکامه خوبی که کاری خوب داره مثلا همین صرف که حیات تا زندگی تا نفس تا سناریه жизнь تا تو انشاءالله که 10 برابر جوری خلو پاوچار میکنی تو فرام با مینداری برابر هم خطا میگم که میاد تمام شوانه که یک کسی یک شاد میکنی خندان میکنی او قلبش قلب خداوند مثلا ساختگیه او چیزی که خداوند را ساختگیه انسان فرزند آدم برای اون تو را خرسان میکنی یک کمبغل حسابیه خداوند خرسان میشه حرکت کن صدقه بسیار کنیم برادر و کلام که возможность داره مکه حج عمره برای کلام که نصیبش باشه بله خب خدا باشه ما این حال در کورسید شما قرار داریم برای جمع کردن میتونیم که برای ها روی اکران مراجعه کنید ان شاء الله که برنامه در خدمت هستن دیگه شما نمیشه ندی دیگه من ندیدم من یکم قطعی گپم ندارم نیستم اما استودیو قیقه فروختم مایدا کامنتا مسوس کردم ان شاء الله که تو همین فعلا مرتا уже будешь ну кому-то مسوس میکنم تمام شما izolyatsiya mikrofon stoyka nagab chapora фруктом бигем гирам гипса кардам кам буде ҷамъ мекунам бора алом ماشاءالله خیر برادران عزیز با دعا باشیم یکم گپی پست برنده باشیم از همتون معذرت انشاءالله که برای بهترین توفایی که انسانانی که یعنی زنگیرن زن دارن یا که میخواد برای مادراشون توفا بکنن این یکی از بهترین توفا چنان که میبینین کعبه بهترین توفا ایجوی میشم اینه ها ببینم پیشتون که اینه برای زمان که زنگیره اینه یک تسبیح یا تا برای
ایش برای زن ایش برای مرد. اینی میسو که دیگه استفاده میبرن. ای برای زن ای برای مرد. Kaskı orijinal aykırı. ماشاءالله اورگینال خشون ذکر میگن. این رومول این با شیما. این آوی زمزم. این آوی زمزم. Bu yakın tercih. با این دیمتش. این دوخی. این دوخی. این سرما. با سرما. با حنه. با نیرا میمونی. لبای چیور؟ خوب میکنه. یکی از بهترین قرآن ها. اینم توفه میگه. اینا. یکنین القرآن الکریم. خب با اینه جای نماز. جای نماز کلان های. برای انسانان نماز خانه های. اینه ها. یکنین. چند قریب قدیمه های. اینه پشتش. اینه پیشش. به نهایت کلانی فهمه برای دمای گوزباله منفعت خوبه میگیریم انشالله استفاده کنیم. نه همون همیزور کتابی قرآن yok. Karım kaç خیلی بکنم. خوبش نماز های. مثلا رفتی اگر اینه یکنه اینه دستات تایکش میگم آزاد میکنم. مثلا که مراجعت کنیم برای خلقهای روی اکران 13 ویدیو که میبرویه ما در اینجا نیستم. همین آیا اولش اولش برید اولش مونی جویزی شد یا که تمام سوال کنیم دوش همه شب بمونی با برادران خستان شما ببینیم که ما چقدر تیار میکنیم. تمام. بر نقطه نمونه انا وای آخرت مساجون سلام بیجامت به دونای بیش موندگه کسی بیاین برای ارزان شدیم. بله انشالله مراجعت کنیم برادر در خدمت. دوم